И когда монтируете вот это, کارگردان اسکندر عثمانов برای بناور گرفتن افسانه‌های خلق‌های جهان سرمایه می‌جوید. داستان‌های به گفته‌اش زیبای از هند و آفریقا تا کره و آلمان برای کودکان نورسان تاجیک. تا کنون در تاجیک فیلم و چند سفارت و مرکزهای فرهنگی را کوفته است. میگوید خارجیان به طرح او توجه دارند، اما در اداره دولتی تاجیک فیلم چند مشکل را سبب پیش آوردند. من گفته بودم این ایده ها که دستگیری فیلم های کودکانه، آنها گفتند ما سیناری نداریم، ما مبلغ نداریم، ریجه کاری بودجه دولتی برای 3 سال فیلم علاقه معین شده است، ما برای این مبلغ نداریم. من گفتم خب بسیار خوب، من شروع کردم خودم ایندیویدوالی کار کنم و خودم مبلغ تیار کنم. من یگان قطعی پشیمان نیستم. خواهند مرحمت همراه شوند، ما زید نیستیم. عثمانов باور دارد که طرح او برای آشنایی کودکان و نورسان تاجیک با تاریخ مردم جهان از جمله آرمان‌ها و قهرمان‌هایشان مهم است. میگوید طرح او صرف به زبان تاجیکی و با سابتایتل یا زیرنوشت‌های زبان‌های خارجی خواهد بود. من فکر میکنم که امروز حکومت تاجیکستان تاجیک فیلم باید دقت مخصوص دیان برای رشد و نموی فیلم های کودکانه، زیرا که این کودکانی که امروز سری پرسته نشسته درس می آموزند اینها آینده هستند. ما باز یک بار دیگر بعد از آن که جوانای ما با فیلم های ترکی کره دقت خودشان را جلب کردند، ما فهمیدیم که فیلم کینو می تواند مفکور و معنویات جوانان عوض کند. در اداره تاجیک فیلم رد نمی کنند که برای ثبت افسانه های خلق‌های جهان برای نورسان پیشنهاد گرفتند، اما میگویند هنوز در حال بررسی است. من خبر دارم این طرح حالا در مورد کاربری است و من گمان نمیکنم که افسانه های خلق تاجیک کم باشد. این خطا است. افسانه های خلق تاجیک برای کودکان نورسان پره زیاد است، ولی چی گویم امروز یکی از مشکلی اساسی که ما میبینیم در ساحه این نرسیدن فیلمنامه خوب است، یعنی سناریوی خوب. اگر سناریوی خوب پیشنهاد شود تاجیک فیلم همیشه آماده است، تمام شرایط مالیوی تکنیکی همه موجود است که تاجیک فیلم های یعنی برای نورسان کودکان از روی فرض کردیم افسانه های خلق تاجیک، افسانه های جهانی فرق نداره از روی چی باشد مؤسسه آماده است. ولی چقدر گفتم یک مشکلی اساسی ما همین نبودن فیلمنامه یعنی سناریو هست. سردبیر تاجیک فیلم ادعا دارد که در بیشتری از فیلم‌های ساخته این مؤسسه موضوع‌های وابسته به جوانان و نورسان به طور فراوان بازتاب یافته است. او بچه آبی، 3 خواهران و دودرک فرشته‌ها را مثال آورد. بعضی از ادیبان تاجیک میگویند نباید فیلم‌های آفریده را برای کلانسالان تنها به خاطر حضور نورسان و کودکان به آنها مربوط داد. عزیز یکی از آنهاست و باور دارد که سالهای آخر هیچ فیلم مخصوص برای کودکان و نورسان تهیه نشده است. بعد بسیار بهانه ها میاریم، میگوییم که زمان دیگر شده است، بچه‌های امروز تلویزیون تماشا میکنن، تیک تاک است، یوتیوب است، فیسبوک است، تلفن است و غیره و هاکذا. چرا در دیگر کشورها تماشا میکنن؟ کارگردان اسکندر عثمانov بجز از افسانه‌های خلق‌های جهان چند طرح دیگر هم دارد که برای اجرای آنها نیز سرمایه ضرور است. او هنوز به جستجوی خود ادامه می‌دهد و برای حل مثبت مسئله امیدوار است، اما روشن نیست که کی و چگونه.